نمیخوام بگم، ولی در برنامه ما چرای مختلف خوندید، ولی همیشه صحبت عقاب بوده، ولی شما گفتید طولانیه، یه خورده این ور یه خورده اون ور نخونید. میخواستم از شما خواهش کنم اگه بشه شعر عقاب برام. عقاب چشم. البته من رو میبخشید اگه چیزایش گم بشه توش. خواهش میکنم تمام نمیکنم. عقاب. به دوستم صادق هدایت از دکتر خانلری. بله. گویند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش بیش بود از خواص الحیوان. گشت غمناک دل و جان عقاب چو از او دور شد ایام شباب. دید کش عمر به انجام رسید آفتابش به لب بام رسید. گفت باید از هستی دل برگیرم ره سوی منزل دیگر گیرم. صبحگاهی ز پی چاره کار گشت بر باد سبک سیر سوار. گله آهنگ چرا داشت به دشت ناگه از وحشت پر ولوله گشت. وان شبان بیم زده دل نگران شد پی بره نوزاد دوان. کبک در دامن خاری آویخت مار پیچید و به سوراخ گریخت. آهو استاد و نظر کرد و رمید دشت را خط غباری بکشید. لیک صیاد سر دیگر داشت صید را فارغ و آرام گذاشت. چاره مرگ نکاریست حقیر مرده را دل نشود از جان سیر. صید هر روز به چنگ آمد زود مگر آن روز که صیاد نبود. آشیان داشت در آن دامن دشت زاغکی زشت و بداندام و پلشت. سنگ ها از کف طفلان خورده چون به 100 گونه بلا در برده. سالها زیسته افسون ز شمار شکم آکنده به گند مردار. بر سر شاخ ورا دید عقاب ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت ای دیده ز ما بس بیداد با تو امروز مرا کار افتاد. مشکلی دارم اگر بگشایی بکنم هرچه تو میفرمایی. گفت ما بنده درگاه توییم تا که هستیم هوادار توییم. بنده آماده بگو فرمان چیست جان به راه تو سپارم جان چیست. دل چو در خدمت تو شاد کنم ننگم آید که ز جان یاد کنم. در دل خویش این همه گفت ولی با دل خویش گفتگویی دگر آورد به پیش. کین سیه بال قوی پنجه کنون از نیاز است چنین زار و زبون. لیک ناگه چو غضبناک شود زو حساب من و جان پاک شود. در دل خویش چو این رأی گزید پر زد و دورترک جای گزید. زار و افسرده چنین گفت عقاب که مرا عمر حبابی است برا. راست است این که مرا تیز پر است لیک پرواز زمان تیزتر است. من گذشتم به شتاب از در و دشت به شتاب ایام بر من بگذشت. گرچه از عمر دل سیری نیست مرگ می آید و تدبیری نیست. من به این شهپر و این شوکت و جاه عمرم از چیست بدین سان کوتاه. تو بدین قامت و شکل ناساز ز چه روی یافته ای عمر دراز. پدرم از پدر خویش شنید که یکی زاغ بداندیش پلید با 200 حیله به هنگام شکار 100 ره از چنگش کرده است فرار. عمر من نیز به یغما رفته است یک گل از 100 گل تو نشکفته است. معذرت لیک هنگام دم بازپسین تو بر شاخ شدی جایگزین. از سر حسرت با من فرمود این همون زاغ پلید است که بود. عمر من نیز به یغما رفته است یک گل از 100 گل تو نشکفته است. چیست سرمایه این عمر دراز راز اینجاست تو بگشای این راز. زاغ گفت
ار تو در این تدبیری سعی کن تا سخنم بپذیری. عمرتان گر که پذیرد کم و کاست، گناه کس نه که تقصیر شماست. ز آسمان هیچ نیایید فرود، آخر از این همه پرواز چه سود. پدر من که پس از 300 اند کان اندرز بود و دانش و پند، بارها گفت که بر چرخ اسیر بادها راست فراوان تأثیر. بادها که از زبر خاک وزن تن و جان را نرسانند گزند. هرچه از خاک پری بالاتر باد را بیش گزند است و ضرر. تا بدانجا که بر اوج افلاک رایت مرگ بود پیک هلاک. ما از آن سال بس یافته ایم که از بلندی رخ برتافته ایم. زاغ را میل کند دل به نشیب، عمر بسیارش از این گشت نصیب. دیگر از خاصیت مردار است، عمر مردار خوران بسیار است. خیز و زین بیش ره چرخ مجو، طعمه خویش در افلاک مپوی. ناودان جایگهی سخت نکوست، به از آن کنج حیات و لب جوست. من که 100 نکته نیکو دانم، جای هر محفل و هر کودانم. آشیان در پس باغی دارم، و اندر آن باغ سراغی دارم. خوان گسترده الوانی هست، خوردنی های فراوانی هست. آنچه زان زاغ چنان داد سراغ، گندزاری بود اندر پس باغ. بوی بد رفته از آن تا ره دور، معدن پشه مقام زنبور. آن دو همراه رسیدن آنجا، زاغ بر سفره خود کرد نگاه. گفت خوانی که چنین الوان است، لایق محفل تو مهمان است. میخورم شک که درویش نیم، خجل از ماحضر خویش نیم. این همه گفت و بخورد از اون گند، تا بیاموزد از او مهمان پند. عمر در اوج هوا برده به سر، دم زده در نفس باد سحر. ابر را دیده به زیر پر خویش، حیوان را همه فرمان بر خویش. بارها آمده شادون ز سفر، بر درش بسته فلک طاق ظفر. سینه کبک و تذرو و تیهو، تازه و گرم شده لقمه او. اینک افتاده بر این لاشه گند، باید از زاغ بیاموزد بعد. بوی گندش دل و جون تافته بود، حال بیماری دق یافته بود. یادش آمد که در اون اوج سپهر، هست پیروزی و زیبایی و مهر. فر آزادی و فر و ظفر است، نفس خرم باد سحر است. دیده بگشود و به هر سو نگریست، دید گردش اثری زنها نیست. بال بر هم زد و برجست از جای، گفت ای یار ببخشای مرا. من نیم لایق این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی. سالها باش و بدین عیش بساز، تو و مردار تو و عمر دراز. گر در اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد. شهپر شاه هوا اوج گرفت، زاغ را مانده بر او دیده شگفت. سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد. لحظه ای چند بر اون لوح کبود، نقطه ای بود و دگر هیچ نبود. به 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 مرسی. به 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 به. You made my evening. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. حالا بس میفهمم که چرا دوستان وقتی من میبینن میگن که چرا اون شب رضا شعر نخوند. که اون شب نبود. با حالا که موقعیت هست من خیلی خوشحال شدم، واقعا خوشحال. مرسی عزیز، مرسی. خدا کنه آدم بتونه این رو یادش بمونه.
والا آخه داره آدم کم کم اینا رو از دست آخه نه اینجا شما زدید این چیز حساب و کتابا رو به هم زدید دیگه. میگن آخه سن مثلا آدم 50 میره بالا، نم 60 میره بالا، فراموشی میگیره، میگن نم فراموش میکنه، نم فلان فلان فلان. ولی شما فکر کنید این شعر رو کی بوده، در چه زمانی خوندید؟ خب اونا مال دیستنس. بله. ولی چیزایی که هر روز اتفاق میفته آدم یادش اونا بهتر آدم یادش بره، این چیزایی که روزا الان صبح بلند میشه آدم میره دستشویی نمیدونه چرا اومده. نه ولی شما میدونید ثابت کردید، از دوستای شما تعریف میکردن اون شب که شما یه کاری کردید که بدعادت شدن، یعنی چون کارتون رو خوب بلد بودید و کارایش که شما انجام میدادید معمولا توی هالیوود وقتی یه چیزی میخوان مثلا 10 روز تمام کنن، اگر 11 روز بشه یا 12 یا دیوانه کننده قیمت میره بالا. ولی شما نه تنها 10 روز بلکه 9 روز تمام میکردید. نه جریانش از این بود. یه چیزی من یاد گرفتم و اون این بود که آدم مشقاشو بکنه. یعنی پریپریشنش، اون آمادگی رو داشته باشه که سر صحنه از اول که آدم وارد میشه توی دنیایی که نمیشناسه، که یه دفعه یه کاری نکنه که بگن این اماچره، کاراشو اینقدر تمام کاراشو که آدم اونجاست که میاد مثل پروفشنال کار میکنه. 100%. و این پریپریشن، اون که آدم بشینه اینقدر روی این کار بکنه که وقتی سر صحنه میرسه مثل به آدم یه دونه غروری میده. 100%. و اون تمام این کروی که واسطن اونجا 60-70 نفر واسطن دارن برای آدم کار میکنن و یک احترامی به آدم میده. اون باعث شد. ببین 2 چیز تو زندگی آدم خیلی مهمه تو این کار، بچه‌هایی که دارن این کار میکنن. یکیش اینه که کاراتون رو بکنید، مشقاتون رو بزنید، اینقدر تمام سوالایی که خواهد بود جواباتو بنویسید، حاضر کنید، نقشه بکشید که سر صحنه که باشید دیگه کاراتون مثل کرد، مثل فیلمتون رو already تمام کردید. ولی این یکیش کار دوم شما بستگی کار اولت داره. میدونید این کار کردنی که یک شما استخدام میکنن برای که کار قبلی تو خوششون اومده، یعنی اون باعث میشه. مخصوصا اینجا با اینکه حالا هالیوود خیلی بزرگه ولی محیط هالیوود هم دیگه رو میشناسن، زود میفهمن چه کسی چیکار کرده. آره. یکی صدا میکنه، یکی همه میبینن. بله. میدونید زودم میبینن. یه فیلم نیست که مثلا 1 سال طول بکشه بکنه اون وقت بیان رو پرده بیان. اینا هر چند هفته یه بار یکی از کارهای آدم میبینن. بله. و آدم چیز میکنن، بوک میکنن. این خیلی چیز مهمی بود برای من که کارمو زود بکنم و ببینید عزیز، اینا که عاشق چشم ابرو آدم که نیستن. 100%. اینو مسئله فکتوری و پوله. بله. پوله. و ما همیشه کارم که کردم این بود که یک برنامه براشون درست کردم که قابل قبول اینا بوده از لحاظ کمیت و چیز کار. از اون طرف سیلشون چیز کردم، براشون مقدار زیادی زودتر تمام کردم، با پول کمتر تمام کردم. یونیورسال استودیو بعد از مثلا 12 سال اعلام کرد که رضا بیشتر از هر کارگردانی برای ما پول آورد. خیلی جالبه دیگه. اینجا همش رو دلار اند سنت دیگه، رو اونا بزنسه براشون. مثلا بیزنس. بله. اون وقت اینا وجود داشت. در حال حاضر من داشتم همه امروز یه دونه چیز آرتیکل رو میخوندم از مجله که اومده بود از دیرکتورز گیلد که دارن یک جمع میشن میگن که با تلویزیون باید چیکار بکنیم. واقعا موندن با اینکه این ریالیتی شو اومده. این ریالیتی شو نمیدونم دیگه به جای رسیدن که مثلا میگن بیگست لوزر، اونایی که چاقن، اینا کی وزنش کمتر کرد، این مردم دارن چی رسیدن اینو تماشا میکنن. کسی تو این برنامه‌های کسی از مال جرسی شور اونم نامربوط و فلان، ولی من فکر کنم بهترین ریالیتی شو این معدن شیلی بود. واقعا ریالیتی شو بود.
truly. بله. یک چیز دیگه هم وجود داره و اون اینه که برنامه هایی که یه خورده چیز اصلانیت داره توش، میدونی این روزا میره توارد پولیتیکال. بله. و اون وقت این نتورک ها برای اینکه نزدیک انتخابات فلان است اینا رو نمیخوان چیز بشه، نشون داده بله بشه. بله. نه همش حساب میکنن، همش. ولی جالب اینجاست که الان دیدم تو این کارا که شما در گذشته کردید، دو تا از کارا، یکی هاوای 5 بود، میدونم شما چند تا اپیزود رو اون کار کردید، خیلی کار کردید که دوباره الان دارن نشون میدن دوباره. آره ولی این برنامه‌های تازه برنامه نسبتا خوبیه، ولی یک چیزایی نداره اون چیزی که حال نداره. بله. اون حال نداره. میدونی یک چیزی که اتمسفر دیگه بود. من خیلی چیز بودم باش. آخه ببینید یه چیز شد. اومدن وقتی که می‌خواستن این برنامه رو دوباره درست کنن، اومدن با من صحبت کردن و من هر جور کمک گفتم بهشون میکنم و اون راحت. چون 20 چند تا درست کنی میدونی، یعنی اون دیگه همش میدونی. اینا شروع کردن که می‌خواستن درست کنن، پرودوسرایی که با من صحبت کردن عوض شدن. بله. کس دیگه رو آورد. این دسته درست کردن. ندونسته یه تیکه از کارهای منم تو تایتلشون بود. بله. و ایجنت من چیز کرد، تلفن کرد، گفت که بنابراین باید اینقدر آقا اینو زود اون عوضش کرده. و اینکردیبل هاک هم من پری رو در خوندم دارن درست میکنن. میگم کار مگر برگردن به اون کارها دوباره، چون که خب یه چیزی توش بود، یه چیزایی تو اونا بود. ولی اون شب رضا جان کسایی که اومده بودن از سریال های مختلف اونجوری که درباره شما صحبت میکردن، واقعا حالا میگم شما فرزندان اونجا بودن لذت بردن، ولی همه ایرانی‌ها چه لذت می‌بردن که این آدمای حرفه‌ای، اینا که این کار هستن، آدمای بزرگ هالیوود اینطور تعریف میکنن از هموطنشون، همه ما واقعا خوشحال بودیم. این اثر خوب گذاشته. آره. ارل همنر the creator of Walton and Falcon Crest and so many shows, he came, you know, and I was just so appreciative of him and he was so sweet too. He's such a good writer, good speaker. نه همه اونجا واقعا من میگم آدم احساس افتخار میکنه که میان از هموطنش حالا اینجور تعریف میکنن. اثر خیلی خوب رو همه ما گذاشت ولی صحنه‌ای که رو من اثر گذاشت وقتی این دوستای قدیمی شما یکی از این اصلا من باور نمیتونستم. ما با هم دیگه بود شبایی که مدرسه هنرپیشگی تهران از اونجا تموم میکردیم و برای نیم ساعت بعد از اون به حرفای عباس جوانمرد و پرویز بهرام که با هم دیگه نزاع داشتن گوش میکردیم آره و میرفتیم. من خیلی دوست داشتم پرویز بهرام میشد اگه بیودوشم خیلی جالب بود. میدونم من گرفتاری بعد چیز لویر شد. بله آره به هر صورت میگن اون قدیما میگفتن که acting is good to begin with but you have to get out of it. ولی چیزی که هست آدم میبینه. من میخوام دقیقاً اینجا بگم که شما بیش از همه فیلم یا سریال یا اپیزود برای تلویزیون ساختید، یعنی رکورد تو هالیوود شکستید، چه اونا که نیستن چه اونا که هستن. در آتی هم ممکنه این رکورد شکسته نشده. دقیقاً چند تا رضا جان؟ 423 تا برنامه تلویزیون. خیلیه 423 تا. میدونید that's دیرکتورز گیلد همشون هم داره یه جوری. اون وقت یک دونه آرکایوی هم هست در میوزیم برادکاستینگ، موزه برادکاستینگ که توی اون اومدن من اینترویو کردن 3-4 روز که تمام راجع به چیزای شوهای مختلفه که چه چیزای خاطرمه، چه چیزایی بود، چه کسایی بودن، چی شد، چرا انتخاب زاویه ها، چرا انتخاب هنرپیشه، چرا رنگ، چرا از اونو و خیلی جالب بود. اونا هم دارن و بچه‌های اونو آزاد گذاشتن برای کسایی که
مدارس تو مختلف کار این کار هستم. ولی میدونید جالب برای من این بود که از هموطنانی که دستن در کارن اینجا، حالا یا هنرپیشن یا کارگردانن یا تو کارهای تلویزیون قسمت‌های مختلف دارن، اکثرشون میگن اسم رضا بدیعی در ابتدا بود، این ما رو تشویق کرد. بعدم فکر کردیم که ایشون یه ایرانی بود، آخه بعضی خودم برای خودش میگه نه اینجا جای مثلا ما نیست. اینا شما درها رو باز کردید. میگفتن درها رو برای ما باز کرده و این قشنگی که بگید چون یک نفر رفته و این کار کرده و موفق شده، پس من هم میتونم برم با این فکر رفته تو این کار. این خیلی خوبه، خیلی اثر خوب داره. خیلی ممنون از در صورت خیلی متشکرم از شما. من واقعا نمیدونید که اون شب همه ما، من از طرف دوستان و دوستداران شما بازم از شما تشکر میکنم که اجازه دادید که ما یک همچنین گرد همایی داشته باشیم و فراموش شدنی نیست و اینا در تاریخ ثبت میشه دیگه. و از شما خیلی متشکرم. و امشبم برای دوستانی که خدا شاهده، من برای هموطنان بگم اینجا ما تلپرامتر نداریم با که بگید مثلا ایشون این عقاب همه رو از حفظ خونده. میگه آخه برای ممکنه جالب باشه که اینجا چطور میشه یک نفر یک همچنین شعر رو از حفظ. حالا شعرهای دیگه هم هست که این شعرها توی روح آدم خالکوب شده. بله. نه الان هم میدونید وقتی میخوندید من در چهره شما میدم که اثراتش، این شعر سالها پیش خانلری ساخته ولی هنوز هم آدم میبینه چقدر برای امروز مناسب آدم این چیز میخونه. در شما خیلی متشکرم و ممنونم و خدا شما رو سالم نگه داره و ما هم بتونیم در خدمتون باشیم و لذت ببریم از کارهای شما و این دوستانی که در کارهای خودشون شما رو سرمشق قرار دادن اونا هم در کارشون موفق باشن. مرسی از اجازه بفرمایید که بعد از چند لحظه برگردیم به برنامه ادامه بدیم. من برم. بله خیلی پرسپولیس معتبرترین صرافی ایرانی در آمریکای شمالی، 20 سال سابقه ارزی، ضامن اجرایی نیازهای شماست. انجام حواله‌های ارزی شما